ساعت به وقت پراگا رسیده است و چون هر روز من آماده هستم که در همین وقت برای شما بینندگان عزیز سرخط خبرهای روز رو بگویم و طبعا شما میدونید بعد از رسول 3 ساعت دیگر در برنامه خبری من تفصیلات این مطالب رو به سهمی شما خواهم رساند و در این زمینه همکاران ما گزارش‌های جالب آماده کردن در موضوعهای روز که پیشنهاد شما خواهد شد و فراموش نکنید که برنامه خبری رو ساعت 1 به وقت پراگا میتونید ببینید و اگر در دوشنبه هستید اونجا ساعت 5 خواهد بود و در مسکو ساعت 3 ولی از 1 اپریل یعنی از هفته آینده ما به وقت تابستانه میگذاریم و شما صحبت و برنامه های ما رو میتونید الکی 1 ساعت پیشتر تماشا کنید یعنی برنامه خبری الکی ساعت 1 به وقت پراگا اما ساعت 4 به وقت دوشنبه و ساعت 2 به وقت مسکو پیشنهاد شما خواهد شد. از بیمارستان به بازداشتگاه کبیر فی 19 ساله تا انجام تفتیشات در بازداشتگاه میماند. پسر عوضخان کبیروف مالک بازار سلطان کبیر و یکی از افراد دارا در تاجیکستان 23 مارس در خیابان مرکزی دوشنبه با خودروی تمغه لکسوس 450 به صدمه دچار شد و در نتیجه آن 2 نفر از همراهانش جان باختند. دفتر مطبوعات ریاست کارهای داخلی پایتخت روز 27 مارس به رادیو زاده گفت کبیروف یک روز قبل از بیمارخانه استقلال به بازداشتگاه موقتی واقع در نویه فردوسی انتقال یافت. در برنامه خبری امروز تفصیلات این موضوع را خواهیم داشت و میبینیم که تشخیص ابتدایی سودی این صدمه و خود کبیروف چی را نشان داده است. بعد گفت که کبیروف دانشجوی سال 1 فاکولته مناسبات بین‌المللی دانشگاه ملی تاجیکستان است و مقامات ریاست کارهای داخلی دوشنبه هنوز روز 24 مارس در بیانیه رسمی خود گفته بودند که با سبب بلند نمودن صورت حرکت او از عهده اداره ماشین نبرآمده اول به دیوار بتونی کنار راه و بعداً به سیمچوب آهنی برخورده است. انتظار می رود که امروز قرار درباره قیمت شدن نرخ اینترنت در تاجیکستان عملی شود. در دوشنبه الکی نصفی روزی است اما تا به حال شرکت های موبیلی نرخنامه های نو را در سامانهایشان طوری از این پیش وعده داده بودند نشر نکردند و هنوز معلوم نیست که کدام شرکت با چقدر پول برای مشتریانش بسته اینترنت را پیشنهاد خواهد کرد. هرچند گفته می شود که بر اساس قرار نوی خدمات ضد انحصاری نرخ اینترنت موبیلی به بیش از 60 سومانی مدل تقریبا $7 آمریکایی دکه خواهد خورد. این چنین نرخ گفتگوهای تلفنی 10 برابر گران می شود. خب به فکر میکنم تا 3 ساعت دیگر این مسئله روشن می شود اما به هر حال همکاران ما با ساکنان از قبل صحبت داشتند و نگرانی های آنها را در این رابطه و هم تاثیر بالاروی نرخ اینترنت و گفتگوهای تلفنی به کار زندگیشان را در یک گزارش پیشنهاد شما خواهند کرد در برنامه خبری. از این رو ما رو تماشا کنید. و امروز قسمت بیشتری کوچه و محله های شهر دوشنبه بدون برق خواهند بود. شبکه‌های برق پایتخت گفتند خاموش کردن نیروی برق به کارهای تعمیر و نوسازی وابسته است. تا 3 ماه اخیر قریب هر روز با نوبت انتقال برق به کوچه و محله های گوناگون شهر قطع می شود زیرا کارمندان شبکه‌های برق پایتخت طبق نقشه کارهای تعمیر و نوسازی می‌گذرانند. اما در بسیار مناطق تاجیکستان نزدیک 1 ماه می شود نیروی برق را به اعلان قبلی از نیمه شب خاموش میکنند. بسیاری از ساکنان میگویند حالا هم روزانه و هم شبانه برق ندارند و مقامات برای آنها نمیگویند که سبب محروم کردنشان از برق در چیست. همکاران ما تلاش خواهند کرد تا شروع برنامه خبری نظر مسئولان برق تاجیک را در این زمینه ثبت کنند و البته خود شکایت مردم نیز در این باره پیشنهاد شما خواهد شد. جنگ‌های طولانی و رنج‌های کودکان افغان طور گزارش‌ها نشان می‌دهند تاثیر بدی نیزه و خونریزی درازمدت در افغانستان بیشتر از همه به کودکان این کشور آسیب رسانده است. آنها خیلی برمحل بزرگ شده و به نونآوران خانواده‌هایشان تبدیل یافتند. یک گزارش داریم در همین باره و همچنین در پای از کودکان تاجیک نیز خواهیم گفت که به یک آزمون رسم کشی جلب شدند. مبتکران آزمون میگویند با این وسیله می‌خواستند بفهمند که تا کدام اندازه کودکان درباره بیماری‌های سیریاتی از جمله سیل تصورات دارند. نتیجه آزمون چی را نشان داده است در برنامه خبری تماشا کنید و همین گونه خواهید فهمید که یک شرکتی که یک سازمانی که با بیماری سیل مبارزه میبرد چی تبابتی نوی را براه مانده است. خب بینندگان عزیز باز چند خبر دیگر هم هست که
فکر میکنم خبرهای روز هستند و شما در برنامه میتوانید آن را گوش کنید. طوری هم گفتم ساعت 1 با وقت پراگ ما در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، یعنی کمتر از 3 ساعت دیگر. و تا آن دم اگر هر خبر و نوار ویدیو دارید با ما بفرستید، ما حتما پیگیری خواهیم کرد. تا آن وقت خدا نگهدارتان باشید.